بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة والسلام علی رسول الله صلی الله علیه و سلم. درس 15 از درسای عقیده اسلامی که یکی از اصطلاحات عقیده اسلامی ادراک است. پیش از اینکه ما شما این اصطلاح را به حساب عقیده بخوانیم، دو اصطلاح هست که با هم بسیار نزدیک هستند. یکیش ادراک است و یکیش رؤیت. ادراک درک کردن جزئیات است و رؤیت فقط مشاهده هست. حالا فرق بین از این تا چطور پیدا بکنیم؟ سر یک نفر تطبیق کنیم ادراک و رؤیت، باز بعد از او بریم به عقیده تا که شما معنای دو اصطلاح را بفهمید. بیا بچیم سعی کنین. رؤیت دیدن است. مثلا من اینو میبینم. نامت چی هست؟ محمد حارس. پس کل ما شما حارس هم میبینیم. اینه میره رؤیت میگن، دیدن. خب خیلی ادراک چی را میگن؟ ادراک درک جزئیات. مثلا من میبینم، پس دیدن یک معنا میته، ادراک چی است؟ جزئیات است. ایناله ما فهمیدیم که حارس جان ددری خوب میفهمه. پس فرق بین رؤیت و ادراک فهمیدیم. رؤیت دیدن یک چیز است، مشاهده یک چیز است، و ادراک دانستن جزئیات وجود از او. چقدر علم داره، چقدر دانش داره، دستش چند تا انگشت داره، دستایش خون داره نداره، یعنی کلش این جزئیات چی میگن؟ ادراک میگن. مرسی. چی مانا مرسی؟ مرسی، تشکر. خلاص مرسی. الان میایم در باب عقیده. در باب عقیده وقتی که اصطلاحات بحث میشه، مخلوق باید از دم نظرتان چی کنین؟ دور کنین. چرا ما که وقتی حارس دیدیم یک مخلوق است، دستای حارس دیدیم مخلوق است، علمیت حارس فهمیدیم مخلوق است. پس وقتی که در مسئله عقیده میایم باز مخلوق کاملا دور میکنیم. بسیاری کسایی که در عقیده مشکل پیدا میکنن امی است که در ذهنشان وقتی که از خالق گپ میزنن فوراً مخلوق قدم چشم خود میرن، و وقتی که مخلوق قدم چشم تاوردی مشکل عقیدتی بر انسان پیدا میشه. اصطلاح ادراک که در عقیده میایم میگن که ادراک در لغت از کلمه درک گرفته شده است که به معنای رسیدن، وصول، ملحق شدن و فهمیدن میاد. وقتی که میگه والا یک کسی میاد حسیب میاد پیش مشکلات خدا میگه، باز شما برش میگه که حسیب جان من کاملا شما را درک میکنم، یعنی جزئیات زندگیشه، سختی هایش کاملا چی میکنی؟ درک میکنی. پس ادراک از درک گرفته شده که به معنای رسیدن، وصول، ملحق شدن و فهمیدن میاد. ادراک در اصطلاح که ما شما اصطلاح اعتقادی رو میخوانیم، این در عربی میگن که الادراک یتضمن الاحاطه بشیء والوصول الى غایته. میگه ادراک چی رو میگن؟ که یک چیز را کاملا درک بکنی، یک چیز را کاملا احاطه بکنی، تمام بخشای از را بفهمی، علمش، دانشش، ساختمانش، صفاتش، کل از اینه. ادراک به معنای احاطه نمودن به چیزی و رسیدن به نهایت آن است. اینال قرآن کریم در مورد ادراک چی میگه؟ ولا یحیطون به علما، یعنی انسان ها نمیتوانند خالق متعال از نگاه علم احاطه بکنن، کیفیت ذاتش رو بفهمن، کیفیت صفاتش رو بفهمن، کیفیت علمش رو بفهمن،
یا را نمیفهمن، احاطه کرده نمیتونه. ما عقیده داریم که الله عالم الغیب است، اما کیفیت علم غیب از ما نمیفهم. پس این آیت شریف بر ما درس عقیده میده که اگر شما هر قدر در ذات، صفات، افعال و سایر آنچه که مربوط خالق میشه در او اگر شما بخواین کلش درک بکنین، اینجا گفت ولا یحیطون به علم، پس شما احاطه کرده نمیتونین، خود زامت نتین، در غیر از او در شرک، در کفر و در کلمات غلط مبتلا میشین. این سوره طه آیت 110. در سوره الانعام آیت 103 میگه لا تدرکه الابصار و هو یدرک الابصار. میگه چشم ها نمیتونن که خالق ادراک بکنن، تمام کیفیات از او را بفهمن، لکن الله سبحانه و تعالی کیفیات یک چشم میفهمه. چشم شما باید در کجا باشه، چشم شما چه قسم آب شور تولید میکنه، چشم شما چقدر مسافه را میبینن. به خاطر دیدن یک تصویر رنگه چندین هزار سلول در چشم شما کار میکنه، کل زیر الله سبحانه و تعالی میفهمه. اما ما خالق درک کرده نمیتونیم و هو اللطیف الخبیر. الله سبحانه و تعالی لطیف و خبیر است. نقطه دیگه که است، پس درس اولی که گرفتیم که ما میگیم نظر به آیات قرآن عظیم الشان و نظر به احادیث رسول الله صلی الله علیه و سلم ما جزئیات ذات، صفات، افعال خالق درک کرده نمیتونیم. چرا درک کرده نمیتونیم؟ چون آیات قرآن در اینجا صراحت داره. فرق بین ادراک و رؤیت. رؤیت به معنای مشاهده و ادراک احاطه نمودن به تمامی کیفیت می باشه. این خود اول براتون گفتم نه که رؤیت چی است؟ تنها مشاهده هست. اما ادراک چی را میگن؟ که تمام جزئیات و کیفیات از او را بفهمیم. پس فرق بین ادراک و رؤیت چی است؟ که رؤیت به معنای مشاهده و ادراک به معنای احاطه به تمامی کیفیت می باشه. قواعد اعتقادی. عالمان مسلمان هایی که به قرآن کریم و سنت رسول الله صلی الله علیه و سلم، سنت صحیحه ایمان داریم و نمیخواهیم که در ذات خالق بیادبی بکنیم، بلکه به مو اندازه که قرآن عظیم الشان و معلم ما رسول اکرم صلی الله علیه و سلم بر ما یاد داده به شکل توقیفی. چی میگیم؟ ادراک خالق متعال برای انسانها مطلقاً در دنیا و آخرت ممکن نیست. این عقیده اسلامی است که ما خالق متعال علمش، ذاتش، صفاتش، افعالش با تمام کیفیت و جزئیاتش نه در دنیا درک کرده میتونیم و نه در آخرت. هر کس پرسان ما کرد که شما درباره خالق چیز درک کرده میتونید؟ ما میگیم نه خیر، فقط آنچه که در قرآن و سنت آمده با اونمو توقف میکنیم، اضافه از خود چیز را زیاد نمیکنیم. دیگه دومی قاعده اعتقادی چی است؟ که رؤیت یا مشاهده یا دیدن خالق در دنیا ممکن نیست برای هیچ کس. برای هیچ کسی ممکن نیست. چرا؟ آیت صریح قرآن است که الله سبحانه و تعالی برای موسی علیه السلام گفت که لن ترانی، تو ولو که پیغمبر اولوالعزم هستی، ولو که بالای تو کتاب آسمانی نازل شده، تو مرا دیده نمیتونی. اکثرا همی فالبینا و تاویزگرا و جادوگرا را که شما ببینین، عیسی باز میگه که والا یک کسی آمد برای ما گفت بخی، یک کسی آمد مرا گفت بخی، به نظر از این که دیگه من خدا را دیدم. اگر این علمیت می داشت برش می گفت که لن ترانی. الله وقتی که بر موسی علیه السلام گفت که مرا دیدن نمیتونی، پس من خود رتبه‌ام از موسی علیه السلام که بسیار پایین است، من هرگز الله را دیدن نمیتونم. ولکن انظر الی الجبل، برای موسی علیه السلام گفت خیسه کو به طرف کو، فان استقر مکانه فسوف ترانی. اگر امی کو توان داشت که مرا ببینه،
باز تو میتونی مرا ببینی. وقتی که موسی علیه السلام به طرف کوه سیل کرد که الله سبحانه و تعالی یک نور را به طرف کوه، وقتی که کوه چه شد؟ کوه تکت تکه شد. از این خاطر این قاعده اعتقادی است که ما الله سبحانه و تعالی را در دنیا و آخرت درک کردن نمیتونیم و در دنیا دیده نمیتونیم. در دنیا دیده نمیتونیم. همیشه که ما بر شما میگم که او مردم بیاین درس عقیده، بیاین گپای عقیده رو یاد بگیرین. به هر صورت احاطه به کیفیت ذات، صفات، افعال و سایر اموری که مربوط خالق میشه در دنیا و در آخرت برای انسان ممکن نیست. اما دوم قاعده چی بود؟ که دیدن خالق در دنیا هم ممکن نیست. چرا این گپ میزنی؟ آیت قرآن است، لن ترانی. صحیح؟ و قاعده سومی چی است؟ که رؤیت یا مشاهده خالق برای انسان‌های مومن در آخرت ثابت است. پس دیدن خالق، مشاهده خالق در روز قیامت برای مؤمنان چی است؟ ثابت است. آیت قرآن میگه که وجوه یومئذ ناظره، میگه یک تعداد روح‌ها هستند که در این روز قیامت بسیار بشاش، بسیار زیبا، بسیار با تراوت می باشند، زیبایی خاص خود می داشته باشند. اینمی انسان‌های مؤمن جنتی الی ربها ناظره، با پروردگار خدا چی میکنن؟ نظر میکنن. پس رؤیت خالق در روز قیامت برای مؤمنین نظر به آیت قرآن ثابت است. حال یک کس شما را پرسان میکنه که ما خالق متعال در روز قیامت چه قسم میبینیم؟ ما و شما چی میگیم؟ میگیم که رؤیت، خب چهارمی قاعده را میگیم، باز میگیم چه قسم میبینیم؟ میگیم توقیفی هست. اما قسم میبینیم که به جلال و عظمت خالق شایسته هست. دیگه قاعده چی است؟ که رؤیت یا مشاهده خالق برای انسانهای کافر در دنیا و در آخرت ممکن نیست. دیگه په اساس چی میگی؟ کلا انهم عن ربهم یومئذ لمحجوبون، یعنی که اینا یقینا که اینمی انسانهای کافر از مشاهده پروردگارشان در روز قیامت محجوب هستند، یعنی دیده نمیتونن، در مقابلشان حجاب یا یک پرده هست. کیفیت رؤیت خالق مثل که پیشتر گفتم، میگه کیفیت دیدن یا مشاهده خالق در قیامت توقیفی هست. و ما و شما ادب در عقیده یاد گرفتیم که آن چیزی که توقیفی هست در او چی میکنیم؟ توقف میکنیم. چه قسم است؟ من قسمش نمیفهمم. چطور میبینن؟ همون قسم که الله قدرت میته میبینن. کیفیت چه قسم است؟ کیفیتش نمیفهمم. چرا میگی خی میبینیم؟ میگی به خاطر که آیت قرآن است. چرا کیفیتش نمیگی؟ به خاطر که توقیفی هست. پس ما کیفیتش نمیفهمیم. اینی بود خلاصه درس امروز. از کسی که بیای برای ما خلاصه درس بفرمایید.